من فقط میخواستم یه لوگو بسازم. چرا الان دارم مقاله چطور با جی پی تی داماد خوبی باشیم میخونم. بی خیال سردرگمی، اگه دنبال یادگیری هوش مصنوعی به زبون ساده و کاربردی هستی، یا 5 تا از بهترین کانال‌های فارسی یوتیوب رو بهت معرفی کنم. شماره 1. بیتگراف برای کیه؟ طراحا، تدوینگرا، موشن گرافی ها. چی یاد میگیری؟ طراحی، تدوین، میدجورنی، همه چی با طعم هوش مصنوعی. بهترین ویدیو، تبدیل عکس به ویدیو با لوما ای آی. از اون ویدیو هاست که میخوای وسطش پاس کنی بری تستش کنی. شروع پیشنهادی، سری هوش مصنوعی در گرافیک. حس کلی، خلاق، ساده، باحال. جمع‌بندی، اگه گرافیستی این کانال عشقته. شماره 2. آموزش هوش مصنوعی با کارن. برای کیه؟ تولید کننده محتوا، دیجیتال مارکترها. AI برای ویدیو، عکس، متن، حتی SEO. ویدیوی برتر، ساخت تصویر خیره کننده با AI. همون ویدیویی که بعدش میری استیبل دیفیوژن نصب میکنی. از کجا شروع کنی؟ آموزش ساخت اکانت چت جی پی تی بدون فیلتر شکن. خفن و کاربردی. حس کلی، صمیمی، ساده ولی دقیق. جمع‌بندی، اگه با محتوا سر و کار داری این کانال رفیق جدیدته. شماره 3. نیون لرن. برای چیه؟ برنامه نویسا، دانشجویان، دیتا ساینتیست های آینده. چی یاد میگیری؟ پایتون، یادگیری ماشین، پروژه های واقعی. ویدیوی برتر، آموزش یادگیری ماشین از صفر، پایه قویه، خروجی قوی‌تر. شروع پیشنهادی، جلسه اول یادگیری ماشین، حس کلی، جدی اما رک. این کانال کلاس درس ای‌آیه. شماره 4. برای کیه؟ فریلنسرها، کارآفرینها، پولسازهای باهوش. چی یاد میگیری؟ چطور با AI پول در بیاری؟ ویدیوی برتر، چطور با چت جی پی تی پول بسازیم؟ بدون حاشیه، فقط عمل. از کجا شروع کنیم؟ آموزش 0 تا 100 AI برای مبتدی‌ها. حس کلی، شفاف، ساده، پر انرژی. جمع‌بندی، میخوای با AI پول در بیاری؟ اینجا شروع کن. شماره 5. محمد بهنیا. برای کیه؟ برندبازا، گرافیست ها، عاشقان محتوا سازی. چی یاد میگیری؟ برندینگ، طراحی، فتوشاپ با کمک AI. ویدیوی برتر، طراحی لوگو با هوش مصنوعی. سریع، ساده، خوشگل. از کجا شروع کنیم؟ ساخت ست برندینگ کامل با هوش مصنوعی. حس کلی، حرفه‌ای، الهام بخش، آروم اما دقیق. جمع‌بندی، اگه دنبال یه برند خوش استایل با کمک AI هستی، بزن به این کانال. همه این کانالا رو دیدی؟ هنوزم نمیدونی از کجا شروع کنی؟ از خودمون شروع کن. لایک کن، سابسکرایب کن. کامنت بذار بگو کدوم کانال برات باحال‌تر بود. یا اگه یه کانال خفن دیگه میشناسی به هم معرفی کن تا ویدیوشو بسازیم. اینو ببین، چون قبل از گم شدن بهتره درست انتخاب کنی.